سلام، بریم که با هم دیگه کاپکیک خیلی خوشمزه و راحت با طعم موز و دارچین درست بکنیم که همونطور که توی تصویر میبینید بافت خیلی خوبی هم داره. برای درست کردن این کیک خوشمزه ابتدا این پست رو سیو بکنید که حتما لازمتون میشه. بعد 2 پیمانه آرد قنادی و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو 3 مرتبه علک کنید و کنارش بذارید. 2 تا تخم مرغ متوسط، 1 پیمانه شکر و کمی وانیل رو با همزن برقی دورتون انقدر هم بزنید که کاملا کشدار و حجیم و روشن بشه رنگش. در نهایت باید بافت مواد تخم مرغیتون همینقدر پوک و سبک باشه. بعد بهش 100 گرم کره و 2 تا موزی که پوره کردید رو اضافه کنید، در حد مخلوط شدن هم بزنید. هر قالبی که دوست داشتید رو کاغذ روغنی یا کپسول بذارید و بعد مقدار کمی دارچین به دلخواه خودتون به مواد خشکتون اضافه بکنید. مواد خشک رو با مواد تخم مرغی به آرومی طی چند مرتبه مخلوط بکنید. خیلی آروم، خیلی مهمه که این مرحله به درستی انجام بشه و یعنی موادتون تسمه میشه. خیلی آروم طی چند مرحله با لیسک یا ویسک که همونطور که توی تصویر میبینید مواد رو با هم دیگه مخلوط بکنید. مواد که یک دست شد و مواد خشک به خورد مواد تخم مرغی رفت، همچین غلظت و بافتی رو شما باید داشته باشید. به میزان مناسب از مواد رو داخل قالب هایی که آماده کرده بودید بریزید. میتونید که داخل قالب بزرگ همین کیک رو درست بکنید و زمان بیشتری داخل فر بمونه. قالب ها رو از مواد پر میکنیم، حداقل 1/3 از قالب خالی بمونه برای پفش و بعد روی کیکاتون به دلخواه خودتون میتونید هر چیزی که دوست داشتید بریزید. من اینجا از گردو و شکلات چیپسی استفاده کردم. شما میتونید از پرک بادوم، فندق، هر چیزی که دلتون خواهد استفاده بکنید یا حتی میتونید چی روش نریزید. بعد کیک ها رو که آماده شدن میذاریم داخل فری که از قبل با دمای 180 درجه داغ کردیم و بسته به قلق فرتون و حجم موادتون و نوع قالبتون زمان مناسب رو براش انتخاب میکنید. من اینجا برای این قالب ها حدود 25 دقیقه با دمای 180 درجه طول کشید تا پخت. نوش جان.